همونطور که تو ویدیوی قبل گفتم، شما ممکنه آدم موفقی تو زندگیتون باشین، همه چیز توی زندگیتون خوب به نظر برسه و همیشه هم هر کاری رو که رفتین بهش دست زدین توش خوب بودین. اما بیاین بگین که آقا ولی من با تمام این شرایط یه احساس خلایی دارم و این ممکنه ناشی از این باشه که ممکنه شما مورد نادیده گرفته شدن قرار گرفته باشین از لحاظ احساسی در کودکی. حالا این چیه؟ شما اکثر آدم هایی که ممکنه با چنین موضوعی روبرو بشن بگن که خب ما پدر مادر بدی نداشتیم. خب طبیعیه، به خاطر اینکه ما فکر میکنیم که درد و رنج روانی در کودکی زمانی برای آدم اتفاق میفته که با خشونت همراه باشه، واضح باشه و از بیرون چیزی به ما وارد شده باشه، در حالی که نادیده گرفته شدن در واقع چیزی که برای ما اتفاق نیفتاده. و البته اینو باید بدونیم که اگر تجربیات کودکی رو نگاه میکنیم و خاطر بدی نداریم ازش، به این معنا نیست که نیازی نیست که کاوشش بکنیم و این هم به این معنا نیست که ما میخوایم کسی رو در کودکیمون متهم بکنیم. در واقع ما میخوایم خودمون رو به شکل صادقانه تری بشناسیم و ببینیم که آیا چنین چیزی در ما ایجاد شده یا نه تا بتونیم درمانش بکنیم. ممکنه پدر مادر شما به شکل خستگی ناپذیری برای رفاه و خوشحالی و زندگی خوب شما تلاش میکردن، اما یا بلد نبودن یا نمیدونستن چجوری. وقتی که شما ترسیده بودین، خوشحال بودین یا ناراحت بودین، نمیتونستن یا نمیدونستن چطوری بیان کنار شما بشینن و با شما همراهی بکنن. یعنی در واقع نادیده گرفته شدن یک نوع عدم انعکاس احساسیه. یعنی شما اون احساسی که داشتید یا جلوی ابرازش گرفته می شده یا اگه ابراز می کردین پاسخی که مناسب اون احساس شما و میزان اون بوده دریافت نمی کردین. حالا مثال هایی که وجود داره مثل خیلی چیزایی که ما در کودکی تجربه کردیم تو فرهنگمون که یک کودک ممکنه به بزرگترش نباید چیزی بگه، یا اگه بچه بزرگتر و بچه کوچکتری هستن دلیل نداره ناراحت بشه اگه اون اسباب بازیاشو بردارن یا ناراحتش کنن. خانم باید باشه، آقا باید باشه، حرمت بزرگتر رو نگه داره. و مسئله این نیست که اون رفتار چی باشه، مسئله اینه که ممکنه چنین واکنش‌هایی از طرف پدر مادر ما اون احساس ما رو برای ما بی‌اعتبار کرده باشه. یعنی این پیامو به ما داده باشه که این احساس تو انقدر مهم نیست، مهم اینه که تو توی رفتارت باید نشون بدی. و برای همین ما میخوایم به این موضوع بپردازیم، چون این تاثیر عمیقی توی روان ما داره و روان ما رو به شکل عمیقی شکل میده.